سلام، من شکلی دبستانیان هستم، کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی از کانال تخصصی خانم لیلوما جویا. مجموعی از بهترین کلیپ های روانشناسی در کانال لیلوما جویا، ارتباط بین زوجین، تربیت فرزند، رشد فردی و معرفی کتاب های پرفروش دنیا. با ما همراه باشید. امروز اومدم در ادامه دو ویدیو قبلی که باهاتون صحبت کنم در مورد موضوع تربیت جنسی با همدیگه صحبت کنیم. توی ویدیوهای قبلی با همدیگه در مورد تجاوز جنسی، در مورد صحبت‌های نامناسبی که با کودکان میشه، در مورد رابطه‌های اجباری و غیر اجباری، در مورد رفتارهای جنسی متعارف و غیر متعارف، رفتارهایی که باید از نظر ما پرخطر شناخته بشن و رفتارهایی که خیلی عادی هستن، سن این رفتارها، در مورد مسائل سوء استفاده های جنسی که از کودکان میشه و اثراتی که به صورت کوتاه مدت و بلند مدت میتونیم توی این بچه ها مشاهده کنیم، در مورد افرادی که متجاوزگر هستن و افرادی که معمولا مورد تجاوز قرار میگیرن، در مورد اندامهای خصوصی، قوانینی که در مورد اندامهای خصوصی هستش. در مورد همه اینها ما به طور کامل صحبت کردیم. حالا دو تا چیزی که از نظر ما خیلی مهمه و مهمترین اون این هستش که معلم، مدیر، اصلا هر کسی با هر سمتی که داره باید به نظر کودک احترام بذاره. اینجوری نباشه که مثلا بچه میگه نه من نمیخوام برم سر کلاس، بگی نه تو باید بری سر کلاس، بگه نه من نمیخوام درس بخونم، بگی نه باید الان درس بخونی، بگه نه ولی باید انجام بده. خب پس این نه دیگه فایده ای نداره. یعنی بچه میفهمه که من حتی اگه بگم نه من شنیده نمیشه. اینجوری نباید بشه. شما باید به نه کودک احترام بذارید. از طرفی هم نباید نه کودک ابزاری بشه. یعنی نباید از نه شما سوء استفاده کنه، بگه خب پس من هر موقع بگم نه میتونم به اون چیزی که میخوام برسم. پس نباید، حواستون باشه که از اون نه بچه بتونه سوء استفاده بکنه. در واقع شما باید به بچه فرصت بدین که بتونه مخالفت خودش رو ابراز کنه، باید بتونه که واکنش بده. در واقع ما میخوایم که بچه ها یاد بگیرن که تو موقعیت هایی که اضطراب آور هست بتونن که مخالفت خودشون رو ابراز بکنن. حالا تو بچه‌های اوتیسم به چه شکله؟ ببینید گفتم بهتون تو ویدیو قبلی در مورد بچه‌های با نیازهای ویژه ممکنه خیلی موقع‌ها این موضوع لذت بخش هم باشه، به خاطر اینکه بچه‌های اوتیسم حتی مثلا ممکنه کم حسی هم داشته باشن و این قضیه براشون خیلی هم لذت بخش باشه. حالا در مورد بچه‌های اوتیسم ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید جرأتمندی و عزت نفس این بچه‌ها رو بالا ببریم. حالا چجوری میتونیم برای بچه‌هایی که با نیازهای ویژه هستن این کار رو بکنیم؟ ببینید برای این بچه‌ها ما میتونیم از قصه استفاده بکنیم، میتونیم از داستان استفاده بکنیم، میتونیم از عروسک‌های انگشتی استفاده بکنیم و ببینید در مورد یک موضوعی که شما میخواید برای بچه داستان طراحی کنید یا قصه بگید، باید به نحوی باشه که بچه سر و ته داستان رو گم نکنه. باید توی 2 تا 3 تا جمله اون داستان شما شروع بشه و تموم بشه. یعنی داستان شما نباید خیلی طولانی بشه. در حد 2 دقیقه، 1 دقیقه یا 2 دقیقه شما باید داستانتون رو برای بچه بیان کنید. میتونید از مشوق‌ها استفاده کنید. وقتی از مشوق استفاده میکنید برای بچه خیلی لذت بخش میشه. میفهمه که این کار میتونه تکرار کنه و خوشایند بوده. هر نهی که بچه میگه شما میتونید مشوق باشه براش. ببینید اصلا مهم نیستش که در مورد چی داره نه میگه، همین که داره ابراز میکنه که من با این قضیه مخالفم، همین که داره ابراز میکنه شما مشوق رو به عنوان درمانگر، به عنوان والد به بچه میدین. چرا؟ چون که تونسته این جرأتمندی رو داشته باشه که اون مخالفت خودش رو ابراز بکنه. ببینید توی بچه‌های با نیازهای ویژه و به خصوص توی بچه‌های اوتیسم ما میتونیم از کارت‌های تصویری استفاده کنیم. یه روشی هست، حالا فکر کنم بیشترتون میدونین، روش ABA هستش که خود ABA زیرمجموعه‌های زیادی داره. یکی از این زیرمجموعه‌هاش روش FBA هستش. توی روش FBA میاد جرأت ورزی و نه گفتن رو با کارت‌های تصویری بله و خیر به بچه‌ها یاد میده. این خیلی خوبه که بچه‌ها بتونن با این روش‌ها نگفتن بله و خیر رو کامل یاد بگیرن و اینجوری جرأت ورزی خودشون رو بالا ببرن. حالا از نظر شما راست چیه؟
اصلا راز خوب چیه، راز بد چیه. ببینید برای بچه ها نباید چیزی به عنوان راز جا بیفته. یعنی ما اصلا نباید به بچه بگیم که این تو خونه ما یه رازه، اینو مثلا به کسی نگو. اصلا ما نباید چیزی به عنوان راز برای بچه به وجود بیاریم که بچه متوجه بشه که این یه رازه. ببینید راز بد که اصلا وجود نداره، پس ما اصلا چیزی به عنوان راز بد وجود نداره برامون، یعنی برای بچه همچین چیزی رو نمیذاریم. راز خوب چیه؟ هر چیزی که مدت زمان مشخصی داشته باشه و مدت کوتاهی داشته باشه. مثلا ما یه کادو گرفتیم برای بابا، شب میخواد بیاد سورپرایزش کنیم، کادو رو بهش نمیگیم تا شب که بیاد و سورپرایزش کنیم بهش بدیم. این میشه یه راز خوب. اما بیشتر از این حد ما چیزی به عنوان راز برای بچه به وجود نمیاریم. یعنی ما باید پایان این راز رو برای بچه مشخص کنیم. حالا لمس چیه؟ ببینید ما چند نوع لمس داریم. لمس خوب داریم، لمس بد داریم و لمس گیج کننده داریم. لمس خوب چیه؟ مثل بوس، بغل، همه اینها میشه لمس خوب. حالا چه کسایی میتونن لمس خوب داشته باشن؟ پدر، مادر، افرادی که نزدیک هستن به بچه. لمس بد چیه؟ هر چیزی که باعث آزار بچه میشه، مثل کتک زدن، هل دادن، فشار دادن، گاز گرفتن، همه اینها میشه جز لمس بد. یه سری لمس‌های گیج کننده هستن. حالا این لمس گیج کننده رو به یه بچه چجوری میخواین شما آموزش بدید؟ ببینید ما با داستان شروع میکنیم، به بچه لمس گیج کننده رو مثلا میخوایم آموزش بدیم. اصلا کل لمس‌ها رو وقتی میخوایم به بچه یاد بدیم باید از طریق داستان توی داستان اینا رو یاد بدیم. حالا چجوری؟ من یه مثال میزنم. مثلا میگیم آقا گرگه توی جنگل میرفته، خرگوش رو میبینه، بعد دنبال خرگوش میدوه، خرگوش میره توی غار، آقا گرگه میره پای خرگوش رو لگد میکنه، خرگوش ناراحت میشه. اینجوری ما داریم لمس بد رو به بچه یاد میدیم. اینجوری داریم بهش میفهمونیم که لمس بد چیه. بعد آقا گرگه معذرت خواهی میکنه و میره. این میشه لمس بد. حالا در ادامه آقا گرگه دست به اندام خصوصی خرگوشه میزنه. حالا خرگوشه دستاش عرق میکنه، استرس میگیره، تپش قلب میگیره. اینا رو میگیم و بعد میگیم که یه دلش یه جوری میشه. یعنی داریم ما دو تا حس رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. یه احساسهایی داره توی خرگوشه به وجود میاد که اینا باعث میشه که به بچه لمس گیج کننده رو هم یاد بدیم. حالا یکی از چیزایی که توی قصه گفتن باید برای ما خیلی مهم باشه اینه که از کاراکترهایی که توی داستان استفاده میکنیم تعدادشون باید خیلی کم باشه. مثل اینی که من تعریف کردم، یه آقا گرگه است، یه خرگوش، یعنی 2 تا کاراکتر ما کلا توی این داستان داشتیم. قصه ما نباید خیلی طولانی باشه، باید داستان کوتاه انتخاب بکنیم. نباید خیلی انتزاعی باشه، از داستان‌های خیلی مفهومی و پیچیده نباید استفاده بکنیم. و همینطور نباید داستان ما بی سرانجام بمونه. عواقب و سرانجام داستان باید گفته بشه. همینطور نباید بچه از داستان بترسه، یعنی از داستانهایی که خیلی ترسناکن ما نباید استفاده بکنیم. همینطور یه اطلاعاتی رو هم به بچه بدیم توی داستان که متناسب با سن و آگاهی بچه باشه. یعنی از داستانهایی استفاده نکنیم که بچه ممکن اطلاعاتی در موردش نداشته باشه یا اطلاعاتش به نسبت اطلاعات بچه خیلی کمتر باشه. حالا توی سری خانواده ها هستن که مثلا پدر مادر یه اتاق خواب دارن ولی بچه ها اتاق خواب ندارن، یا خیلی از خانواده ها هستن که اصلا اتاق خوابی توی خونهشون ندارن. ببینید حتی شده به عنوان یک پرده که توی خونه کشیده بشه باید این فضای خصوصی مشخص بشه. برای بچه‌های با نیازهای ویژه چیزی که خیلی میتونه نجات دهنده باشه برای خانواده ها اینه که فضای خصوصی و محیط خصوصی رو باید به بچه‌ها آموزش بدن. یعنی یاد بگیرن که یک فضایی وجود داره که خصوصیه و این فضا مثلا مختص به خواهر برادره، فضا مختص به خودشه، فضا مختص به پدر و مادرشه و اون نمیتونه بدون اجازه ورود پیدا کنه. پس
پس ببینید آموزش فضای خصوصی خیلی میتونه به ما کمک بکنه که به بچه‌های با نیازهای ویژه یاد بدیم که یه سری فضاها رو نمیتونن وارد شن و یه سری فضاها رو بقیه نمیتونن وارد شن. و ببینید مثلا بچه‌هایی که مثلا شب خیلی بد موقع از خواب بیدار میشن یا توی اتاق پدر مادر میرن، اگر شما به عنوان والد متوجه همچین قضیه‌ای شدین، باید حتما در مورد اون فرداش از بچه سوال بپرسین. مثلا به بچه میگین که خب حالا تو دیشب چی دیدی؟ چی شد که از خواب بیدار شدی؟ این سوالاییه که شما باید بچه رو توی اون چالش سوال قرار بدین تا اگر چیزی میدونه یا چیزی دیده به شما بگه و سوالش رو بپرسه. در واقع شما اینجوری هم دارید یه اطلاعاتی از بچه میگیرید و اگر سوالی برای بچه ایجاد شده باشه باید تا حدودی جواب بچه رو بدین. و توجه داشته باشین که بچه هایی که بین 3 تا 6 سال هستن معمولا توی این بازه سنی زیاد از خواب میپرن، زیاد از خواب بلند میشن. پس حواستون باشه تو خانواده هایی که الان بچه 3 تا 6 سال دارن و دارین، باید حواستون رو جمع کنین که ممکنه بچه ها نصف شب و حالا توی نیمه های شب از خواب بیدار بشن. و حالا ما یه سری خانواده ها رو داریم میگن که نه ما هر جوری که بخوایم جلوی بچه میگردیم. بچه ها اینجوری آموزش حریم رو یاد نمیگیرن، یعنی متوجه نمیشن که دیگه حریمی بین من و با یک فرد دیگه‌ای وجود داره. چقدر حریم وجود داره؟ اصلا حریم چیه؟ ببینید همین که مثلا من تا یک فاصله با یه نفر وایسادم، از اون فاصله که وای میستم خب همه چی اوکی، مشکلی نیست، اما یه ذره فاصله‌مو نزدیک میکنم، خب جا میخوریم، میگیم برای چی انقدر به من نزدیک شده؟ یه ذره دیگه به هم نزدیک بشه یه قدم برمیگردم عقب. این خودش داره حریم رو به ما میفهمونه. یعنی ما اینجوری میبینیم که همه تا حدودی با حریم آشنا هستن. شاید حالا اسمن خیلی ندونن که حریم چیه، ولی همه ما به نحوی داریم توی زندگیمون از این حریم استفاده میکنیم و بچه ها هم همینطور باید این حریم رو یاد بگیرن. و بچه هایی که در مورد پوشش خیلی حالا توضیحی بهشون نمیدن، این حریمه رو یاد نمیگیرن. اما باید به بچه ها بگیم که خب تو میتونی که مثلا با تیشرت بگردی، اما باید حتما اون پوشش ها رو داشته باشی. یعنی در واقع ما باید اون تا حدی اون پوشش رو به بچه یاد بدیم که داشته باشه. ببینید خیلی موقع ها بچه ها نسبت به هیجاناتشون آگاه نیستن. زمانی که بچه‌ای رو، کودکی رو میبینید که داره خود تحریکی میکنه، باید ببینید که دفعاتش چقدره و جوری که بچه داره خود تحریکی میکنه چه شکلیه و چطور داره اون کار رو انجام میده. خیلی از بچه‌های با نیازهای ویژه معمولا این خود تحریکی رو که دارن انجام میدن مثلا پاشون رو به زمین میکشن. شما مثلا وقتی نگاه میکنید میبینید این بچه مثلا ممکنه روی ساق پاش یا روی کشاله حتی رون پاش کم حسی داشته باشه و همه اینها میتونه ناشی از این باشه که بچه یه سری خود تحریکی ها رو انجام میده، یا اینکه بچه اضطراب خیلی بالایی داره. پس اینجا دیگه اون رفتار جنسی برای ما ملاک نیست، اون اضطراب بچه است که داره باعث این رفتار میشه. پس ما این رفتارها رو دیگه بر اساس رفتار جنسی نمیبینیم. به خاطر همین خیلی مهمه که رفتارهایی که بچه‌ها دارن انجام میدن ناشی از چیه. پس باید علت اون رفتار رو اول از همه شما پیدا بکنید. و توی قسمت بعدی ببینید ما حریم خصوصی رو باید به بچه‌ها یاد بدیم. همونجور که بهتون گفتم حریم رو براتون توضیح دادم که به چی میگیم حریم. حالا به بچه میخوایم بگیم که توی حریم تو کیا میتونن قرار بگیرن. ما یه دایره قرمز رنگ داریم. توی این دایره قرمز رنگ فقط میتونن بابا و مامان، مراقبین اصلی کودک قرار بگیرن. حالا اون مراقبین اصلی برای ما پدر مادر شناخته شده، ولی ممکنه که مراقبین اصلی یه بچه یه نفر دیگه باشه، مثلا پرستارش هم باشه یا مثلا پدر بزرگ مادر بزرگش باشه. اینا میشن مراقبین اصلی بچه. توی دایره بعدی که دایره زرد رنگ ما میشه، کیا قرار میگیرن؟ برادر، خواهر و افرادی که نزدیک، دایی، عمو، خاله، اینا همه توی دایره زرد رنگ قرار میگیرن. دایره بزرگتر که دایره سبز رنگ ما هست، توی این دایره کیا قرار میگیرن؟ کل افراد دنیا.
پس توی این دایره همه افراد قرار میگیرن. حالا ما یه واژه‌ای داریم به اسم غریبه امن. غریبه امن کیه؟ به چه کسی میگیم غریبه امن؟ ببینید زمانی که یه بچه مثلا مشکلی براش پیش میاد و تنهاه، باید بتونه که با یک نفر غیر از این افرادی که ما معرفی کردیم حرف بزنه، مثل پلیس، آتش نشان و همه این افرادی که میتونن به بچه کمک بکنن. حالا شما فکر کنید که یک والدی هستین و بچه خودتون رو دارید میارید روی پاساژ. شروع کنید به بازی کردن با بچه. به بچه میگید فکر کن اینجا گم شدی. اول از همه سراغ کی باید بری؟ اونجا بچه باید بگرده، مثلا حراست رو پیدا بکنه و بره از اونجا. حالا یه سری سوالا پرسه، بگه من گم شدم. پس به بچه باید اینو یاد بدیم که اگر تو گم شدی اولین کسی که باید بری سراغش حراسته. حالا اگر حراست نبود پیش کی میری؟ ببینید توی منابع مختلف اومده که پیرمرد یا پیرزن، یعنی فردی که مسن باشه. اما از نظر خود من معتقد نیستم که پیش پیرمرد یا پیرزن بچه بره. بهترین کار اینه که پیش یک خانومی بره که بچه داره. یعنی در واقع اون بچه زمانی که گم میشه باید پیش یک خانومی که میبینیم که بچه هم داره بره و بگه که من گم شدم. ببینید وقتی شما به بچه حریم رو آموزش میدین و این دایره ها رو به بچه میگین که این باید تو حریم تو باشه و اینا، بچه شروع میکنه به سوال پرسیدن. مامان چرا پس بابا تو حریم توه؟ چرا مثلا تو حریم بابایی؟ چرا من تو حریم نیستم؟ ببینید اینم باید به بچه بگید که حریم ها با همدیگه متفاوته. حریمی که برای بچه هاست با حریمی که برای آدم بزرگاست با همدیگه فرق داره. اینا رو باید شما به بچه ها یاد بدین. یه کتابی هست به اسم من همه مردم را دوست دارم. ببینید توی این کتاب میاد قشنگ اشاره میکنه به اینکه من عمو رو دوست دارم، نمیدونم همه رو دوست دارم، همه افراد رو دوست دارم، اما شونه هام رو به کسی نمیدم. اینا قشنگ توی این کتاب اومده توضیح داده که بچه یه سری حریم ها رو رعایت بکنه. این هیچ ربطی به دوست داشتن افراد نیست، ولی یه سری حریم ها باید رعایت بشه. و همینطور در مورد حالا حمام رفتن یا جاهایی که بچه ها معمولا با پدر مادرها میرن. ببینید اینجور جاها که معمولا بچه باید حتما با والد و مراقبین اصلیش بره، اما حتی با مراقبین اصلیش هم باید پوشش رعایت بشه. یعنی پدر یا مادر زمانی که با بچه به حمام میرن کاملا پوشششون رعایت شده و بچه هم تا حدودی پوشش خودش رو داره، یعنی لباس زیرش رو داره. و این باید باز دوباره به بچه احترام گذاشته بشه، به حریم بچه، و همینطور متقابلا به حریم والدین احترام متقابل گذاشته بشه و بچه این رو یاد بگیره. پس شما باید ببینید توی منابع مختلف خیلی اومده در مورد این صحبت کردن که حالا بچه مثلا با همجنس خودش بره، والد همجنس خودش بره، یا با والد غیر همجنس خودش بره. این خیلی برمیگرده حالا به قوانین خانواده و حالا تو بعضی منابع هستش که باید حتما با همجنس بره، بعضی منابع هم میگه نه، همین که حریم رعایت بشه کافیه. یه مسئله دیگه هست به اسم کدگذاری. ببینید برای بچه والدین باید کدگذاری بکنن. یعنی چی؟ مثلا یه کد میذاریم خط قرمز. مثلا این کد بین فقط بچه هستش و با والدین، و از اسمای عجیب غریب بهتر استفاده کنید. یه اسم معمولی نباشه، مثلا پرتقال و سیب نباشه که ممکنه هر چیزی بابتش استفاده بشه. شما از یه اسمی استفاده میکنی که متفاوت هستش. حالا بچه کی میخواد از این کلمه استفاده بکنه؟ زمانی که یه اتفاقی افتاده، یه چیز خیلی مهمی رو میخواد به خانواده بگه، از این کد استفاده میکنه. حالا زمانی که بچه مثلا میگه مامان خط قرمز، مامان باید اگر داره تلفن حرف میزنه تلفنشو قطع کنه، اگر داره پای گاز غذا درست میکنه گازو خاموش کنه، اگر هر کاری که داره میکنه باید اون کارو زمین بذاره و تمام محرک‌های اطرافشو به صفر برسونه و کاملا بشینه به حرفای اون بچه گوش کنه و ببینه که چی میخواد بگه. حالا ممکنه شما همه این کارا رو انجام بدین، بعد بچه میاد بشینه که مامان بتمن خورد زمین.
خب توی این حالت شما نباید بیاین به بچه بگین که وای من این همه مثلا این همه محرک ها رو صفر کردم که تو بخوای اینو بگی. نه، شما اینو نمیگید به بچه. فقط باید به بچه بگین که ببین اگر میگفتی که بتمن خورد زمین هم بازم من باهات صحبت میکردم در موردش، بازم با هم دیگه حرف میزدیم، اما مثلا این خط قرمز که ما کد گذاشتیم برای چیزای مهمتری باید استفاده بشه و این ممکنه که خیلی طول بکشه تا بچه یاد بگیره که در مواقع ضروری ازش استفاده بکنه و این صبر و تحملی هستش که خانواده ها باید به همراه داشته باشن و از این روش استفاده بکنن تا بچه اون رو کم کم یاد بگیره. خب من توی این 3 تا ویدیو سعی کردم که تا جایی که میتونم هر سوالی که در مورد تربیت جنسی هستش و در مورد هر مسائلی که ممکنه برای خانواده ها و درمانگرها به وجود بیاد رو توی این ویدیو بیان کرده باشم. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره و لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. خدا نگهدار. مجموعی از بهترین کلیپ های روانشناسی در کانال لیل و ماجویا، ارتباط بین زوجین، تربیت فرزند، رشد فردی و معرفی کتاب های پرفروش دنیا. با ما همراه باشید.